الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي. بسم الله الرحمن الرحیم. حجاج محترم، اینی لاویر که شما ببینین بدایت عرفات نوشته است. منظور از بدایت عرفات چی است؟ از این ساحه هست که حاجی صاحبا ان شاء الله تعالی اینمی لوحه های زرد که است. 4 اطراف عرفات از اینمی لوحه های زرد است. اون شما طرف ببینید که طرف مسجد نمیره هم میره. اینمی لوحه ها کلش لوحات چی است؟ زرد است. اون طرف خوب متوجه شویم پیش مسجد نمیره و اینمی قسمی لوحات هم دوام است که باز پس هم شما از اینمی جا از این قسمت به اون طرف 4 اطرافی که می لوحه زرد است. این ساحه عرفات است که چون خود وقوف در عرفات این فرض است، یکی از فرایض حج است. در روز عرفه وقوف در عرفات در ساحه عرفات این فرض حج است که حاجی باید حتما در روز عرفه اینجا وقوف بکنه. در غیر از او اگر در ساحه عرفات حاجی وقوف نکنه حجش نمیشه. باید داخل باشه در اینمی ساحه. بنابراین اینمی حدودش است که در داخل از این حاجی صاحبا می باشند تا وقتی که شام میشه در داخل ساحه عرفات می باشند. اینال اونو شما ببینن اونو مسجد نمیره هست. اونا که در اینجا معلوم میشه. خب حالا میریم به طرف مسجد نمیره. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. آیت توحید بینم بر در و دیوارها. عرفات است که خیمه زده میشه در مراسم حج و حجاج نمیجه در روز عرفه از طلوع آفتاب روز عرفه که میجه می باشند تا وقتی منتظر اینجا می باشند تا که آفتاب غروب بکنه. الله محمد رسول الله. در بین نمی سبزکا که با مکی سبز داره تشناباس برای حجاج. لا اله الا الله محمد در دو طرف اینه حجاج می باشد، این طرف هم دو طرف هم. یا سبحان الله الحی القیوم یا سبحان الله 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 الله. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی. کیست نقاش قسمت که حاجی صاحبا را از منا وقتی که حرکت میده به ساحه عرفات میره. اینمی ساحه است که از ریل پایین میشن و دمی قسمت دمی ساحه که ما پیشتر براتون نشان دادیم 4 اطرافش که لوحات زرد است. اینمی داخل ساحه عرفات است. حجاج محترم در اینجا می باشن و حال ما میریم به طرف جبل الرحمه. خب اگر حجاج بتانن که در جبل الرحمه اگر بتانن خب اونا می باشن. در غیر از او فرض در وقوف در ساحه عرفات ادا میشه. یعنی ضروری نیست که یک حاجی بسیار در ازدحام بره در خود جبل الرحمه، بلکه در ساحه عرفات اینمی فرض ادا میشه. در هر قسمت ساحه عرفات که وقوف بکنن و منظور از وقوف استاد شدن نیست. میتونه آیت توحید بینم بر در و دیوارها. الله 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 الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. الحي القيوم
یا سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله. استاد محترم یک دو چیز یادآور شدن، یک همی جبل رحمه آمده مردم بعضی شرک زیاد میکنن. یکی را یادآور شدن، یکی در مسجدی مثلا چه شرک میکنن؟ موج میکنن، سنگای سر میگیرن. الله شکر که دم سر بنای دیگه یکی دیگه در مسجدی عرفات، روزی عرفات کی هست، یک خطی داره که از او خطش نما خارج از عرفات است. خود مسجد است، خودش مسجد است، لیکن خط داره که از او ابو کدام مسجد است؟ همین مسجد عرفات. این مسجد نمیره؟ بله. خب یا دی که باشه از خط میبراین. از خط باید پیش ایستاد. اکثریت مردم امروز یعنی از خط عرفات دو طرف میشینند در مسجد. اما خط باز میشه بر ما نشان بدی؟ میشه در مسجد رفت نشان. صحیح ان شاء الله تعالی. خوب است این نقاط بر ما یادآور شد، ما برشان یادآوری بکنیم. یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله الحي القيوم یا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ما حال فعلا صورت سر را ببینیم. بالا این جبل الرحمه هست. جبل الرحمه تپه رحمت. جبل الرحمه تپه رحمت است که اینجا به حساب 4 اطراف از این که ساحه عرفات است و اینجا اصلا نقطه که بسیار مهم است اویی است که در سر جبل الرحمه هم اینجا یک چیز است، یک ستون بگن چی میگن ابو چیز سفید است. ببینید اونجا ابو چیز سفید که یکی از مشکلاتی که هست در اینجا که بسیار مردم میان رو ماش میکنن یا سنگای از رو تبرک گفته میگیرن یا ایسته که برآمدن در کور ضروری میدونن یا برآمدن در کور ضروری فکر میکنن. و این خاطر اصلا ما و شما وقتی که به حج میایم، یعنی عبادت باید یک حاجی در نظر داشته باشه که من عبادت بکنم، اما اون چیزی که عبادت نیست به عوض عبادت حتی انسان به شرک مبتلا میکنه. تو بری یک دیوار ناقیره تو ماش کنی، یعنی و هیچ سندی یا روایت نیست که یا رسول الله صلی الله علیه و آله یا صحابه کرام اینو گفته باشن که بوسیدن از یا چیز بوسیدنش هم درست نیست و گرفتن سنگای دیگه نیست. فقط ساحه عرفات است و وقوف در عرفات فرض است و اینجا عبادت کردن است و این در ساحه باید در اینجا باشه. از این خاطر بسیار مردم به عوض اینکه متوجه عبادت باشن زیادتر متوجه سیاحت هستن و کارایی میکنن که بدعت و نارواست و هیچ اجازه نیست برای یک حاجی مسلمانی که رضایت الله سبحانه و تعالی میخواد به خاطر از اینکه مطابقت از رسول الله صلی الله علیه و آله سبب از این میشه که انسان عبادت بکنه و عبادت قبول شه و اون چیزی که مخالف روش رسول الله صلی الله علیه و آله است این به عوض فایده نقص میرسونه بر از اینا. بنابراین تقاضای ما اینمی است که شما از احکام حج با خبر باشین. اول ضرور نیست که حتما باید سر از کو باید بالا شوی و مردم به تکلیف بسازی و دومی ضرور نیست سنگ از زیر یا چوب از زیر یا دیوار از زیر کس ماچ بکنه یا در جیب خود پرت و بره تبرک بگویه. نه رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که کدام تبرکی است، نه کدام منفعت داره و نه ضرر رساندن میتونه. وقتی که حجر الاسود همون سنگ است که مثلا گفته که تقبیل از سنت است نه ماچ میکنیم، اما دیگه سنگای عادی هست ولو که در همین منطقه هم باشه ما شما کار را بکنیم که او عبادت است و رضایت الله سبحانه و تعالی است که اجر بگیریم. و این کارهایی که مردم اینجا ماچ میکنن به عوض عبادت اینجا این علما میگن شرک است تو سنگای ناکی را ماچ کنی یا در بغلت بگیری. حتی خود خانه کعبه شریفه که از هر قسمت چک از بغل نمیکنن، جایی که باید اونجا تو را بغل بکنی و جایی که ماچ شود مشخص است، اما اگر یک کنج دیگه ش میکنی او هم در عبادت داخل نمیشه. از این خاطر ما خواستیم که فیلم برای شما جور بکنیم تا که مو عبادت‌های اصلی که وقوف فرض است اول بفهمین. وقوف در عرفات فرض است. از چه وقت باید وقوف بکنیم اینو باید بفهمین که صبح روز عرفه یعنی یک روز پیش از عید صبح روز عرفه وقتی آفتاب طلوع میکنه باید بیایی در سایه عرفات باشید. چه وقت حرکت میکنیم از سایه عرفات که پس به طرف مزدلفه میریم باید تا غروب شمس در سایه عرفات باشید، پای تا نکشید، جای
مستشفی نمیره. به زبان عربی مستشفی چی رو میگن؟ شفاخانه رو میگن. پس اینجا وزارت صحه مستشفی نمیره یعنی شفاخانه نمیره هست و شما میتونید در اینجا باز کس مریض میشه از استفاده بکنن. بعضیشون به انگلیسی هم نوشته است که نمیره هاسپیتال و این شفاخانه هست و مرکز صحی هم همین جایی رو میگن که در اونجا کمک‌های صحی میشه. خب میریم بالا به طرف مسجد نمیره. آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت. یعنی لوحه دیگه که شما رو وقت میخوانین اینجا نشست اتجاه القبله. معناش چی؟ معناست یعنی شما در هر ساحه که هستین همین تیری که زده شده به می طرف قبله است یعنی اتجاه القبله، یعنی قبله رو براتون نشان میده. پس اونجا سعی کنین این طرف که سعی کنین روی چی است؟ تیر است و معلوم میشه که این طرف با شما میتونن این طرف نماز بخوان. در هر جای این لوحه نصب است یعنی اتجاه القبله، یعنی روی قبله طرف قبله رو براتون نشان میده که مشکل براتون پیدا نشه. الله لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله. لا اله الا الله محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله. الحي القيوم يا سبحان الله. الله 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 الله. کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی، کیست نقاش طبیعت کین همه نقش بدی، جز خدای حی سبحان کس کندی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما آمدیم در مسجد نمیره. شما مسجد رو ببینید. توحید بینم بر در و دیوارها، آیت توحید بینم بر در و دیوارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیارها، آسمان ها کهکشان ها ثابت. دوستان عزیز این مسجد نمیره مسجدی است که در ساحه عرفات بین عرفات و مزدلفه موقعیت داره. به این خاطر بین عرفات و مزدلفه است. باز گپ شبتون میگم روز عرفه کسا حاجیایی که اینجا میاین نماز جمع میکنن و قصر میکنن و تقدیم میکنن. جمع به خاطر ازی میکنن که نماز پیشین و دیگر اینجا یک جای جمع میشه و قصر به خاطر ازی میگن که نماز پیشین دیگر اینجا به شکل مسافرانه دو رکعت خوانده میشه. اول 2 رکعت فرض پیشین خوانده میشه، باز 2 رکعت نماز فرض دیگر خوانده میشه. هر دوشان یک جایی خوانده میشن. وقتی که از سلام داد فرض پیشین باز فرض دیگر قامت گفته میشه خوانده میشه. و تقدیم به خاطر ازی میگن که نماز فرض پیشینه و دیگر تقدیم میکنن در وقت نماز پیشین میخوان. اینی هست و حجاج اینجا میان و نمازهای همین 2 نماز اینجا در مسجد نمیره میخوان و کسی که باز اینجا آماده نتونست در اون خیمه های خود در هر جای کس نماز خود پیش میبره. یا سبحان الله الحي القيوم 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 یا سبحان. یک نکته دیگه که بسیار مهم است اینجا که خود مسجد نمیره در بین ساحه عرفات و مزدلفه واقع است. اون لوحه را شما میبینید لوحه زرد کسی از اونجا چی شروع میشه؟ ساحه مزدلفه شروع میشه. بعضی از عاجزان که در مسجد میباشن اما خط است از این خط پیش میشن که این برشان جایز خاطر ازی که در عرفه باید خصوص نماز تا وقتی که طلوع
غروب آفتاب نشده باید حاجی از ساحه عرفات خارج نشد. ببین همینطور خوب متوجه يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي القيوم يا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی صاحب محترم، دیدین لاغر که شما ببینید نوشته است نهایت عرفات. دیدین؟ نهایت عرفات منظوری است که علمی قسمت دیگه عرفات ختم شد. وقتی که عرفات ختم شد حالا شما آیت توحید بینم بر در و دیوارها اینال بعد اینجا می موازی به نهایت عرفات این طرف به صورت این طرف سعی کنید این خط است. این خط چی فلسفه داره؟ چی معنا میده؟ این خطی که جور کردن معناش این است که سعی کنید مسجد نمیره از این خط او طرف مزدلفه هست تا آخر ببین خط پس پایان به از این خط طرف قبله این طرف چی است؟ این ساحه داخل شد بعد از این خط این قسمت مسجد تا آخر یا شامل ساحه عرفات نیستن داخل مزدلفه هستن. از این خط این طرف چی است؟ ساحه عرفات است. اینال امام پشت سر از این خط می باشه. بعضی حاجی صاحبایی که بیخبر هستن از امام کده پیشتر میرن و در روز عرفات از ساحه عرفات خارج میشن. از این خاطر متوجه باشین که موازی با این خط نهایت عرفات رسول الله الحي القيوم يا سبحان الله الحي. یکی شد دیگه. بعضی حاجی صاحبا وقتی که حرکت میکنن میان در این قسمت اگر در اینجا هم رسیده باشن وادی که خارج میشن میخوان برن به طرف مزدلفه حاجی باید تا وقت طلوع غروب آفتاب اینجا توقف بکنه و قدم خود پیش نمانه. وقتی که اینجا رسیدی ولو که آمدن حاجی صاحبا تا چه وقت که مجرد شام آفتاب غروب میکنه بعد از اینجا میشه که آدم حرکت بکنه و به طرف مزدلفه بره. قبل از این ساحه بیشتر ما حق نداریم که پیش بریم به خاطر اینکه داخل مزدلفه میشه و مزدلفه داخل عرفه نیست. خب وقتی که ساحه روز عرفه بخیر روز نهم ذوالحجه از عرفات خلاص شد حاجی صاحبا و از این قسمت بخیر شروع میشه که حاجی صاحبا میان دیگه طلوع آفتاب غروب کرد بازی حرکت میکنن به طرف مزدلفه که حالا امروز ما بیان که بخیر بریم به طرف مزدلفه. ثابت و سیار ببینیم و اونجا آسمان ها کهکشان ثابت و سیار آیت توحید از این سرک به طرف مزدلفه جایی که تنگ است که بسیاری حاجی که رسیدن در اینجا خیمه میزدن میباشن این کار بسیار غلط است به خاطر از اینکه بر مردم مشکل ایجاد میکنه و اینجا سایه تنگ آمد. این وقتی که اینجا آمدن در این منطقه سعی کنن لابه بالا رو شست بدایت المزدلفه. مزدلفه چی معنی بدایت مزدلفه؟ یعنی آغاز مزدلفه here بیشتر کرده که مزدلفه آغاز میشه. پس از اینی مزدلفه هست که حاجی صاحبا بعد از این شب در مزدلفه تیر میکنن و در مزدلفه اگر حاجی صاحبا وقتی رسیده در مزدلفه اینجا باز چی میکنن؟ یک گپ بسیار دقیقی است که در وقتی که غروب میکنه در پیش مسجد نمیره آفتاب که غروب کرد در سایه چیز اونجا شما نماز شام نمیخوانید بلکه نماز شام حرکت میکنین نماز جمع قصر و تأخیر این باز در مشعر الحرام میشه در مزدلفه جمع به خاطر از اینه که نماز شام و خفتن جمع میشه. نماز شام در عرفات نمیخوانین در اونجا وقتی غروب کرد شام شد لکن نماز نمیخوانین میایم باز نماز شام امرای نماز خفتن جمع میکنیم و قصر میکنیم و تأخیر میکنیم به خاطر که نماز شام تأخیر میکنیم که نماز خفتن یک جای در مسجد مشعر الحرام میخوریم که اینا ما شما میریم مسجد مشعر الحرام رو میبینیم.
الحي القيوم یا سبحان. اینمی ساحه است که این مزدلفه هست. این مرکز ریل است. اون طرف دست چپ مرکز ریل است. بعضی حاجی صاحبا از عرفات تا مزدلفه ده حج چی میان حاجی صاحب؟ در ریل میان. این حالا میتونن که مثلا حاجی صاحبا از عرفات تا این مزدلفه در ریل بیان. اینمی ساحه کلش مزدلفه هست. اون رو میگه خواهی صاحب اون مشعر الحرام. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اینجا حاجیایی که اگر رسیدن شام خفتن یک جای اینجا میخورن لکن تأخیر میکنن. شام خو قصر نمیشه. ما شما کل ما میفهمیم که نمازهای 4 رکعتی قصر میشن. یک آذان توی اقامت. یک آذان 2 اقامت. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار. آسمان ها کهکشان ها ثابت و سیار ها آیت توحید بینم بر در و دیوار ها. آیت توحید بینم بر در و دیوار ها. الله 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 اول آیت کجاست؟ لا اله الا الله محمد رسول الله الحي بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسیدیم در مشعر الحرام. محمد رسول الله الحي القيوم یا سبحان الله. الحرام مزدلفه. اینمی مسجد مشعر الحرام مسجد است که در اینجا نمازهای خود از حاجی صاحبایی که از های عرفات حرکت کردن در غروب آفتاب روز عرفه شب عید نماز خفتن و شام در اینجا جمع تأخیر میشه. جمع میکنن و تأخیر. نماز شام میخوانن. یک آذان است 2 اقامت. اول نماز شام میخوانن ولکن در وقت نماز خفتن حاجی صاحبایی که رسیده میتونن نماز خود در این میجا در مسجد مشعر الحرام میخوانن. استاد یک سوال اینا توضیح کنید کل مردم در مسجد رئیس هم میشه که این نمازه؟ اینا لکه کسایی که رسیده تا هستن من نماز شام و خفتن خود همینجا میخوان در جماعت و اگر کسی ندارست باز نمی ساحل مثلا یک کسی 12 به شام میرسه یک کسی 11 به شام میرسه مقصد همینجا میرسن نماز شام و خفتن خود جمع میکنن و باز از اینجا استراحت میکنن تا صبح روز عید حرکت میکنیم بخیر که میریم به طرف جماعت. در و دیوار آیت توحید بینم بر در و دیوار الله 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 الله. اینجا در این منطقه حاجی صاحبا کلشان شب سپری میکنن استراحت میکنن تا طلوع آفتاب. نماز صبح هم در مشعر الحرام میکنن. خب اگر کس تانست مشعر الحرام میخونه اگر کس نتانست در این ساحه نماز میخوانن و وقتی که نماز خدا اینجا خواندن منتظر میباشن تا که آفتاب طلوع بکنن. وقتی که آفتاب طلوع میکنن اینمی قسمت کجا هست که سنگا را جمع میکنن؟ جمرات هم سنگ جمع میکنن. سنگا را از همین چی جمع میکنن؟ مزدلفه میگیرن. از همین کوه میگیرن از از هر جای هر جای خواب چون دنی گرد نوا سنگ هست. این دمی منطقه که هست باز اون است